به نام خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزدیه و رهنمای، خداوند کیهان و گردان سپیر، فروزنده ماه و ناهید و میر. آغاز داستان شاهنامه. درود بینندگان عزیز و ارجمند برنامه‌های تلویزیون علم و طبیعت. برنامه نوبتی شاهنامه خوانی تحت عنوان شاهاصری بی‌زوال تقدیم شما می داریم. در برنامه نوبتی ما نیز خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه حضور دارند که با ازبر کردن پارچه ها از داستان شاهنامه می توانند این لحظه برنامه ما را رنگین سازند. نخست به شکل نثر داستانی می شنویم در بیان خواننده نوبتیمان معظمه گل احمدآوا. پارچه از داستان بیژن و منیژه. روز پادشاه کیخسرو در بزم با همراهی یارانش نشسته بود که دربان می درآید و می گوید از ارمان مهمانان آمدند و برای دادخواهی آمدند و شما را می خواهند ببینند. پادشاه از بزم خسته به درگاه خود می رود و به مهمانان را به درگاه دعوت می کند و از آنها می پرسد که شما از آنقدر شهر دور به خاطر چی آمده؟ دادگران به پادشاه می گویند ای پادشاه پیروز، اگر شما به ما کمک نرسانید دیگر ما این مشکلی را حل کرده نمی توانیم. از سرزمین تورانیان به ما گرازان می آیند و کشت و کاری ما را ویران کرده درختان را می شکافند. و اگر شما با سلاح و سپاه خود به اینجا نآیید و گرازان را نرانید نمی توانیم این کار را به یاری شما انجام دهیم. پادشاه به فکر این می شود و پهلوانان خود را در درگاه جمع می کند و از آنها می پرسد که به ارمان می رود. اگر کسی رود و گرازان را شکست دهد من گنجینه خود را از او دریغ نمی کنم. هیچ پهلوان نمی براید و نخستین پهلوان بیژن گیو بود و گفت من می روم. گیو پدرش از این گفته پسرش بسیار غمگین می شود و می گوید بچگی نکن. درست است که تو جوانی پهلوانی اما این کار درست نیست. آیا تو از این عهده این کار میبری یا نه؟ ما را در نزد پادشاه شرمنده مکن. بیژن به او میگوید هرچند که من جوانم اما به خیرت سخن نمیرانم و من باور کنید من میتوانم. پادشاه خرسند شده گرگین میلاد را با همراهی او به ارمان میفرستد. وقتی که آنها به سفر میبرایند 2 روز را خوش و خرم با شکار میگذرانند و سپس با همدیگر به شهر ارمان میرسند و بیژن در آنجا در لب دریا دسته گرازان را میبیند و به ارمان میگوید تو در پشت دریاچه رفته کمین کن و اگر گراز از چنگ من رها یابد تو او را با تیر خود بکش. گرگین میگوید نه، این وعده پادشاه نبود، گنجینه رو تو میگیری. من فقط برای راه بلدی تو به اینجا آمدم. بیژن از گپ همسفر خود بسیار خشمگین شده و به اون میگوید پس تماشا کن. بیژن خودش تک و تنها رفته با آنقدر گراز می جنگد و آنها را شکست میدهد. بخردی او که در آنجا آرام نشسته بود وقتی که بیژن را میبیند حیران میشود و ترس به دلش میافتد. اگر او به پادشاه گوید که من به او یاری نرساندم نام من در نزد او بد می شود و راه حیله را به پیش می گیرد. از او بسیار تعریف می کند. می گوید تو جوان پهلوان هستی. من اولین پهلوانی را می بینم که این قدر گراز را خود تنها شکست داد. بیژن این گپ را شنیده قهرش پس می شود و سپس گرگین می گوید ما که شکار گرازان را تمام کردیم به شکار پریچهرگان می رویم. در 3 روز بعد در نزدیکی این سرزمین جشن لاله برگزار می شود و در آنجا گل دختران بسیارند. ما چند تا آنها را گرفته به پادشاه می بریم. شاه از این کار ما بسیار خرسند خواهد شد. در حقیقت بینندگان گرامی در برابر آن همان به شکل نظم
بودن شاهنامه اینچنین به شکل نثر نیز در کتابخانه ملی میتوانیم چنین ادبیات ها را دسترس نمود و عموما با قلم استاد ساتی مداغزاده اثر بیزوال حکیمی توسی به نثر برگردانیده شد و امروز دسترس تمام خوانندگان است. اینجا باشد داستان میشنویم در قرائت خواننده نوبتیمان شکرانه حکیمова. پارچه از داستان نامه نوشتن رستم به کیخسرو. دبیر جهان دیده را پیش راند، سخن هرچی بایست با او براند. به فرمانش بر نامه ای خسروان، ز عنبر نوشتند بر پرنیان. سر نامه کرد آفرین خدای، کجا هست و باشد همیشه به جای. برآرنده ای ماه و کیوان و هور، نگارنده ای بر دیهیم و زور. سپهر و زمین و زمان آنی اوست، روان و خرد زیر فرمانی اوست. از او آفرین باد بر شهریار، زمانه مماند از او یادگار. رسیدم به فرمان میانی دو کوه، سپاهی سه کشور شده همگروه. کوشانی و شوگنی و چینی و هند، سپاه ز چین تا به دریای هند. در بیان یک داستانی که واقعا هم در جلد اول شاهنامه جای داده شده است، داستان ضحاک مارخوار. واقعا هم ضحاک در زمان خویش شاه بود ظلم و بر ضد او کاوه آهنگر با یاری مردم دست بالا گردید و بر مقابل همان ضحاک ماردار غلبه به دست آورد و در برابر غلبه به دست آوردن به مردم آزادی اهدا کرد و مردم را به فراغت و به عموما زندگی شایسته دعوت کرد. و چون این داستان ها در شاهنامه زیادند، برای نمونه و برای پیخست بردن و عموما از داستان های یعنی که از تاریکی به روشنی آمدن، چون این داستان ها خیلی زیادند که ما رو میباید پیوسته مطالعه نماییم. اینجا باشد داستان میشنویم در قرائت خواننده امان شکرانه نظرova. پارچه از داستان اردشیر بابکان. کنون ای سراینده فرتوت مرد، سویگاه اشکانیان بازگرد. چی گفت که اندر این نامه باستان، که گوینده یاد آرد از داستان. پس از روزگار سکندر جهان، چی گوید کی را بود و تخت و مهان. چون این گفت داننده دهقان جاج، که از آن پس کسی را نبود تخت و عاج. بزرگان که از تخم آرش بودند، دلیر و سبکسار و سرکش بودند. بگیتی به هر گوشه بر یک، گرفته از هر کشور اندک. چو بر تخت شاد بنشاندند، ملوک تفایف همه خواندند. از این گونه بگذشت سال 200، تو گفتی که اندر جهان شاه نیست. نکردن یاد این از آن از این، برآسود یک چند روی زمین. سکندر سگالید از آن گونه رای، که تارم آباد ماند بجای. نه خود اشک بود از نژاد قباد، دیگر گرد شاپوری فارخ نژاد. دیگر بود گودر از اشکانیان، چو بیژن که بود از نژاد کیان. طوری که گفتیم در برنامه‌های قبلی، آثار حکیمی توسی شاهنامه در زمان خود و در زمان معاصر نیز کتابی بود، پیش از همه کتاب روی میزی دانشمندان، ادبیات شناسان، شاعران. و ببینید پیروی تمام شاعران امروز پیروی از شاهنامه کردند و این یا آن نو جا دادند در همان ایجادیات خویش. و امروز حکیمی توسی، ابوالقاسم فردوسی و ایجادیات او را همچون یک گنجینه میشماریم که در زمینه آن صدها داستانها و صدها قصه های دیگر به میان آمدند. داستان میشنویم در قرائت خواننده نوبتیمان مریم رسولova. پارچه از داستانی گفتار اندر ستایش خرد. کنون ای خرد من وصف خرد، بدین جایگاه گفتن اندر خورد. بگو تا چی داری بیار از خرد، که گوشی نیوشند از او برخورد. خرد بهتر از هرچه ایزد داد، ستایش خرد را به از راهی داد. خرد رهنمای و خرد دلکشا، خرد دست گیرد به هر دو سرای.
از او شادمانی از اویت غم است، از اویت فزونی از اویت کم است. خیرت تیره و مردی روشن روان، نباشد همه شادمان یک زمان. چی گفت آن هنرمند مردی خیرت، که دانازی گفتاری او برخورد. کسی کو خیرت را ندارد زی پیش، دلش گردد از کرده ای خیش ریش. هوشیوار دیوان نخواند ورا، همان خیش بیگانه داند ورا. از او به هر دو سرای ارجمند، گسسته خیرت پای دارد به بند. خیرت چشم جان از چون بینگری، تو به چشم شادان جهان نسپری. نخست آفرینش خیرت را شناس، نگهبان جان از تو آنی سپاس. سپاسی تو چشم از تو گوش و زبان، که از این سه رسد نیک و بد بیگمان. خیرت را و جان را کیا ستود، وگر من ستایم کیا را شنود. حکیما چو کس گفتنینش چی سود، از این پس بگو که آفرینش چی بود. توی کرده ای کردگاری جهان، ندانی همه آشکار و نهان. همیشه خیرت را تو در سر دار، و دو جانت از ناسزا دور دار. به گفتاری دانندگان راه جوی، به گیتی بپوی و به هر کس بگوی. زی هر دانش چون سخن بشنوی، از آموختن یک زمان نغنوی. چو دیدار یابی به شاخی سخون، بدانی که دانش نیاید به بون. پیوسته تلقین بر آن است که شاهنامه از آغوش عائله، از آغوش والدین آغوز شود. محض تلقین آن است وقتی که در محیط، در خاندانی که پدر شاهنامه خوانی می کند، مادر پیوسته از نشر کدام یک روزنامه پیگیری می کند و مطالعه می کند، برای نسل نورست این یک زمینه می شود. واقعا این محیط او را علاقه آماده می کند تا که رو آورد به همان شاهنامه، رو آورد به کتاب و روزنامه، تا که واقعا از خودشناسی و خودآگاهی آگاه شود. در این برابر آماده می شود و به جمعیت وارد می شود. به جمعیت نفری می شود که برای دولت، ملت، برای آن همان جمعیتی که او ولادت یعنی که تولد شده است فعالیت می کند یا اینکه زندگی می کند، خدمت شایسته انجام خواهد داد. اینجا باشد داستان می شنویم در قرائت خواننده امان مهراج‌الدین غیاسوف. گفتار اندرستاشی پیغمبر و یارانش. تو را دانش و دین رهنما درست، رهی رستگان را بباید جست. اگر دلها نخواهی که باشی نژاد، نخواهی که دائم بوی مستمد. به گفتاری پیغمبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی. چی گفت آن خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی، که خورشید بد از رسولان مه، نتابید بر کسی بوبکر به. عمر کرد اسلام را آشکار، بیاراست گیتی چو باغی بهار. پس از آن هر دو بود عثمان گزید، خداوند شرم و خداوند دین. چهارم علی بود جفتی بتول، که او را به خوبی ستاید رسول. که من شهر علمم علی اندر است، درست این سخن قول پیغمبر است. گواهی می دهم این سخن رای اوست، تو گوی به هر گوشم برآوای اوست. علی را چنین گفت و دیگر همین، کز ایشان قوی شد به هر گونه دین. نبی و صحابان را چو ماه، به هم بستگی یکدیگر راه. منم بنده ای اهل بیت نبی، ستایم خاک پای وصی. ابا دیگر مرمرا راه نیست، چو زین مرمرا راه گفتار نیست. حکیم و این جهان را چو دریا نهاد، برانگیخت از او موج تند باد. چو 70 کشتی بر او ساخته، همه بادبانها برافراخته. یک پهن کشتی بسانی عروس، بیاراسته همچو چشمی خروس. محمد اندرون با علی، همان اهل بیت نبی و ولی. خردمند کز او دریا بدید، کرانه نپیدا و بن ناپدید. بدانست که او موج خواهد زد، کز غرق بیرون نخواهد شد. و دل گفت اگر با نبی و ولی، شوم غرق دارند و یاری وفی. همانا که ما را باشی دستگیر، خداوند تاج و لواج و سریر.
خداوند جوی و می و انگبین، همان چشم و شیر و مایه و معین. اگر چشم داری بر دیگر سرای، به نزد نبی و ولی گیر جای. گرت زین بد آید گناهی من است، چونین از دین و راهی من است. بدین زادم و هم بدین بگذرم، چونان دان که خاکی پی حیدرم. دلت گر بر راهی خطا مایل است، تو را دشمن اندر جهان خود دل است. نگر تا نداری به بازی جهان، نه برگردی از نیک پای همراهان. همان نیکیت باید آغاز کرد، چو با نیک نام بوی هم نورد. از این در سخن چند را من همه، همان کرانه نداند همه. شاهنامه حکیمی توسی ابوالقاسم فردوسی نمونه شجاعت، وفا، عدالت، حقیقت است. ببینید برای ما روشنایی را هدیه می سازد و بندهای را باز می کند. یعنی که از تاریکی بر روشنایی آمدن را طریق همان داستانهایش، پارچه های داستانهایش هدیه می سازد و ما را پیوسته تلقین می نماید که از خرد، از دانایی، از دانش، از علم برخوردار باشیم که واقعا از تاریکی ها بر روشنی ها آییم. بینندگان گرامی، اینجا باشد داستان میشنویم در قرائت خواننده آخرینمان خیرالدین نیازوف. پارچه از داستان جنگ دوم ایرانیان و تورانیان. چو چرخی بلند از شب تاج کرد، شمامه پراکند بر لاژ برد. طلایه ز هر سو برون تاختند، به هر پرده پاسبان ساختند. چو برزد سر از برج خرچنگ شد، جهان گشت چون روی رومی سپید. تبیره برآمد ز هر دو سرای، جهان شد پر از ناله کرنای. تیره گشت از فروغ درفش، تبرخون و شبگون و زرد و بنفش. تو گفتی سپهر و زمان و زمین، بپوشد همه چادری آهنین. و پرده درون شد خوری تابناک، ز جوشی سواران و از گرد خاک. ز هورای اسپان و آوای کو، همه آسمان بر زمین داد بو. سپهدار هامان دوان پیش صف، یک خشتی رخشان گرفته به کف. همه گفت چون من برارم خروش، برانگیزم اسپ و برایم به جوش. شما یک سره تیغها برکشید، سپرهای چینی به سر در کشید. مبینید جز یال و اسپ و اینان، نخواهم کمان و نخواهم سنان. و تیغ و عمود و بگرزیگران، چنان چو بود رسم کوداوران. اینان پاک بر یال اسپان نهید، بدان سان که آید خورید و دهید. چو این گفت هامان سواری دلیر، بیامد به پیشی برادر چو شیر. و پیران چنین گفت که پهلوان، تو بگشای بند از سلیح گران. ابا گنج و دینار جفتی مکن، زی بهری سلیح ایج زفتی مکن. گر امروز گردیم پیروزگر، نباشد جز از دشمنی کینور. و زین سوی لشکر سپهدار توست، بیاراست بر سان چشم خروست. برو بر یلان آفرین خواندند، ورا پهلوانی زمین خواندند. که پیروزگر بود روزی نبرد، به مردی ز هومان برآورده گرد. سپهبد بگو در ز کش باد گفت، که این راز به هر کس نشاید نهفت. اگر لشکری ما پذیره شوند، سواران بدخواه چیره شوند. همه دست یک سر به یزدان زنیم، منی از تن خویشتن بیفکنیم. در حقیقت در شاهنامه از تشریف رستم و عموما توران زمین آغاز کرده و تهمینه را دیدن و با او ازدواج کردن، تا به همان روبرو شدن پدر و پسر، یعنی که رستم و سهراب، جنگ ایرانیان و تورانیان ادامه میداد. و این است شاهنامه و این است بیداری ملت که از تاریخ و از خرد و از هویت حرف میزند. با امید باز هم مطالعه پیوسته هر یکی ما برنامه نوبتی شاهنامه خوانی را حسن انجام میبخشیم. تا برنامه های دیگر شاد و مسرور باشید.